سلام دوستان، در این ویدیو میخوام براتون کامل آناتومی چشم رو توضیح بدم. حتما تا آخر ویدیو با من باشین. نکات خوبی رو بهتون میگم، به دردتون میخوره. ممکنه متفاوت باشه با چیزایی که تا الان کار کردین، ولی جالبه و خیلی کمکتون میکنه توی طراحی که بتونین دقیق تر کار کنید. خب چشم ما یه حلقه کروی، یه توپ کروی سفید داریم که داخل اون قسمت جمجمه که جای چشمامون هست قرار میگیره. ما میخوایم از اون سفیدی شروع کنیم. یه دایره میکشیم، بعد دایرمون رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. حتما اندازه بگیریم که دقیق در بیاد. از هر دو طرف این کار میکنیم. به اضافه مون رو میکشیم و 4 قسمتمون تکمیل میشه. به این صورت هر قسمت رو به 2 قسمت دوباره تقسیم میکنیم، به خاطر اینکه اندازه عنبیه‌مون به دست بیاد. زمانی که از روبرو داریم نگاه میکنیم و چشم از روبرو باشه، تمام رخ 3 تا دایره باید ببینیم. دایره بزرگه که همون کره اصلی چشمه. دایره دومی که الان من دارم میکشم بهش میگیم عنبیه، و دایره بعدی که کوچکتر از این عنبیه است براتون میکشم، مردمک اسمش. خب مردمک چجوری کشیده میشه؟ ببینید، ما استانداردش اینه که نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی کوچیک، به خاطر اینکه مردمک با نور زیاد و نور کم تغییر پیدا میکنه. حالا ما استاندارد در نظر میگیریم و به 3 قسمت تقسیم میکنیم اون به اضافه رو، و یه دایره کوچیک به این صورت میکشیم و داخلش رو پر میکنیم. خب حالا پلک بالا و پلک پایین رو چجوری باید بکشیم که درست در بیاد؟ ببینید توی توضیحات چشم شما دقت کرده باشین، قسمت پلک بالامون به این صورت که من الان میکشم 3 تا سطح داره و قسمت پایینم 2 تا سطح. این ساده ترین حالت ممکن برای کشیدن یک چشمه که ما اگه اون زاویه ها رو، اون گوشه ها رو حذف بکنیم یه فرم بادومی شکل به دست میاد و این میشه چشممون. متناسب با پلک بالامون خط پشت پلکمون هم میکشیم که اونم متفاوته، به خاطر اینکه پلک بالا بیشتر میاد پایین، اون چروکه میفته و قسمت پلک بالامون یه تا خوردگی داره نسبت به پلک پایین. اسم قسمت های چشم اینجا براتون می نویسم. اولیشون دایره بزرگی بود که من اسمش حالا من میذارم کره سفید چشم که به صورت یه توپ دیده میشه. دومیش دایره کوچیک است یا متوسط، دایره وسطیمون که بهش میگیم عنبیه، و کوچیک هم مردمک.
حالا میریم سراغ کشیدن پلک بالا و پلک پایین. یه خط زیر مردمک میکشیم، حتما این کار رو بکنید. از این نقطه تا این نقطه که میبینین دقیقا این نقطه تا این نقطه است، همین سفیدی که داخل چشم دیدیم. این خط رو به خاطر این میکشیم که پلک بالا رو وقتی کشیدیم دقیقا همین قوس پلک بالاییمون بیشتر از پلک پایین بشه. ما اگر این خط زیر مردمک رو نکشیم و با همون خط وسط بیایم پلک بالا و پلک پایین رو مشخص کنیم، قوس پلک پایین خیلی بیشتر میشه و فرم چشم به هم میریزه. خط پلک پایینم به این صورت میکشم، کامل ادامه میدم تا برسه به اون نقطه‌ای که مشخص کردم. این قسمت گوشه چشممونم دقیقاً میفته زیر خط، همون خطی که زیر مردمک کشیدیم. حالا شما بعداً خودتون خواستین چشمای سمت دیگر هم به سمت چپ هم بکشین، میتونید گوشه چشم رو سمت راست بذارین، هیچ فرقی نمیکنه، پایین خط میفته و مشکلی پیش نمیاد. یه مقدار خطا رو پررنگ‌تر میکنم. ببینید به این بیضی‌هایی که اینجا میکشم امتداد همون خطی و قوسداری که برای پلک کشیدم. ما اینجا یه قسمت دیگه داریم به اسم لثه چشم یا ضخامت پوست چشم که دقیقاً هم پلک بالا داره و هم پلک پایین. اینجا اسمشو می نویسم، یا لثه چشم، ضخامت پوست یا جای موژه که هم برای پلک بالا هست هم برای پلک پایین. یکم پررنگ‌ترش میکنم و پلک پایینم اینجا براش میکشم. خط پشت پلکمونم روی همون دایره مشخص میکنیم. پلک بالا به خاطر اینکه موقع بسته شدن بیشتر پایین میاد و افتادگی پلک بالا رو ما داریم، این خط میفته و این چروکه بین موژه ها و ابرو میفته برای پلک بالا. برای پلک پایین هم روی همین قسمتی که دایره مشخصه خطاشو پررنگ‌تر میکنم. معمولاً با چند تا خط کشیده میشه. این بیضی هم که اینجا مشخص میکنم میشه بیضی پشت پلک. این قسمت هم که زیر ابرومونه و فرو رفتگی گوشه چشم. خط ابرومونم به این صورت مشخص میکنم و میارمش برای قسمت بیضی پشت پلکی که مشخص کردم. ضخامت ابرومم مشخص میکنم متناسب با چشم. دقت کنید فاصله ها و ضخامت ها مشخص باشه. اینجا هم که کنار بینیه یه خط مشخص میکنم براش، بعد ضخامت ابرومو کامل تر میکنم به این صورت. تا اینجا فرم کلی چشممون به این صورت در اومد و حالا میخوام زاویه تابش نور رو مشخص کنم که از این سمته. بعد حالا میبینید که کدوم قسمت ها تیره میشه
و اصلا داستان نور به چه صورت هستش. من اون دایره اولیه که بود کشیدیم برای کره، همونو در نظر میگیرم، کاری به چشم ندارم. بعد شروع میکنم نصف اونو سایه زدن، تقریبا 1/3 پایین اون کره رو شروع میکنم، یک سایه میزنم، کاری به کل چشم ندارم. تا همینجاش هم دارید میبینید این حجم کروی بودن چشم و عنبیه‌مون داره مشخص میشه. اینجا یه نقطه‌ای من میذارم برای نورمون که در ادامه ویدیو کامل براتون توضیح میدم که این نور رو به چه صورت میتونید به دست بیارین که اگر عکسی یا نقاشی خواستین بکشین نور نداشت، خودتون با توجه به زاویه نوری اصلی که روی کل صورت هست میتونید بهش نور بدین. یکم پررنگ‌تر میکنم که حجم بهتری داشته باشیم. این خطی که پررنگ میکنم خط بالای عنبی است، قسمتی که تیرگی ما شدیدتره و کم کم میام به سمت پایین، تیرگیمون کمتر میشه. این قسمت هم سایه میزنم، این ورم سایه میزنم به صورت هاشور. مدادی هم که من دارم باش کار میکنم مداد کنت است، کنت هارد یا مدیوم. با انگشت میام اون کره رو که سایه زده بودم محوش میکنم. به خاطر اینکه حجم کلی چشمی که براتون دارم توضیح میدم مشخص بشه و شما بتونین راحت تر حجمشو به دست بیارین و ببینید. این قسمت هم که گوشه چشم یا بهش میگیم اشکدان چشم، پررنگش میکنیم. خط پلک بالا و پلک پایینمون و بالای عنبیه جای موجه ها، این قسمت ها رو یه مقدار پررنگ تر میکنم. نورمون از این سمت اینجا نور میخوره، بالای پلک ابرومونه. این قسمت لثه پلک پایینمون و تیرگی اصلیمون هم که میفته داخل این ضخامت بالای عنبیه‌مون که همون لثه بالایی چشمه. تیرگیشو به این صورت بیشتر میکنم، پررنگترش میکنم. پلک پایینمونم دقیقا زیر این خط موجه هامون تیرگی میفته. با هاشور مشخص میکنم و یه مقدار با انگشت محوش میکنم. قسمت هایی که یه مقدار تیرگیش باید بیشتر بشه رو پررنگتر میکنم. یه مقدار جزئیات داخل عنبیه به این صورت اضافه میکنم، کار قشنگتر میشه و از اون حالت یک نواختی در میاد. شما هم حتما این کار رو بکنید. مردمک رو تیره ترش میکنم. قسمت پشت پلک بالامون رو به این صورت هاشور میزنم که حجمش در بیاد. معمولا این قسمت به علت افتادگی سایه میفته. اینجام که زیر شروع ابرومون بود با انگشت محوش میکنم. این قسمت هم کنار بینیمون هستش، یه مقدار سایه میزنم، اونم محوش میکنیم. که یه مقدار حجم کلی چشم کامل تر بشه و این برآمدگی ها و فرو رفتگی ها رو بتونید ببینید. دور عنبیه رو با کنته تیره میکنم از بالا به پایین. تیرگیش به سمت پلک بالاست.
و هرچی پایین تر میام روشنترش میکنم، به خاطر اینکه به سمت نور میام و یه مقدار روشنتر میشه. خطوط رو یه مقدار پررنگتر میکنم که عمق تیرگیام بیشتر بشه. با حوصله شما این کار رو بکنید، حتما تمرین بکنید. میتونید تمریناتونم برای من بفرستین، کامنت بذارین، آدرس اینستاگراممو بهتون میدم و یا اگر دارین برام بفرستین، رفع اشکال میکنم حتما. کنار بینومونم دیدین سایه زدم، گوشه چشمو و یه مقدار محو میکنم که حجم کارم بیشتر به دست بیاد. توی این مرحله میخوام براتون توضیح بدم که داستان این عنبیه چیه. وقتی تو حالتهای مختلفی قرار میگیره، مثل حالت تمام رخ، سه رخ و نیم رخ. ببینید ما همون دایرمون رو میکشیم، به 4 قسمت تقسیمش میکنیم و دوباره هر قسمت رو دوتاش میکنیم که عنبیه‌مون مشخص بشه. عنبیه ما از روبرو به این صورت دیده میشه، کامله. و به محض اینکه یه مقدار میچرخه به سمت راست یا سمت چپ به صورت بیضی دیده میشه. بستگی به اندازه چرخشش داره. مردمکش هم بکشم که قاطی نکنین. اینجا یه به اضافه میکشم و مردمکمونم مشخص میکنم. در حالت نیم رخ یه برآمدگی خیلی کوچک ما اینجا میبینیم که به صورت محدب و روشن ما میبینیم توی نیم رخ. به این صورته. این مردمک دقت کنید اینجا وسط قرار گرفته از روبرو. از نیم رخ دیگه روی اون نوک نیست، داخل دیده میشه و روی این کره قرار گرفته. این عنبیه یه حالت فرو رفتگی داره که من اینجا براتون مشخصش میکنم که قابل درک بشه و بفهمید داستان چیه. یه کاسه رو در نظر بگیرین به این صورت که این یه عمقی داره و این قسمت ته کاسمون رو میام تیره میکنم برای این مردمکی که اینجا هست که شبیه سازی بشه. این داخل گوده، ما از این سمت بهش نور میدیم. اتفاقی که میفته این سمتی که پشت به نوره سایه میفته و اون قسمت روبروی کاسمون نور بهش میخوره و روشن‌تر میشه و دقیقا مثل اینجای چشم که دقیقا مقابل نورمون روشن‌تره. این حالت ژله‌ای هم که تو نیم رخ دیدین میاد روی این قسمت کاسه قرار میگیره و به صورت یه برآمدگی. به این صورت یه برآمدگی خیلی مختصر داریم میبینیم که اینجا هم میکشم. ببینید نور وقتی بهش میخوره یه نقطه سفید روی خودش دیده میشه، از داخلم که نور ازش رد میشه میخوره به این سمت و روشن‌ترش میکنه، دقیقا مثل اینجای عنبیه. قطره های آب هم دقیقا همین داستانو دارن که یه سمتشون یه نقطه خیلی سفید و براق میبینین و یه سمت اون قطره که قسمت کروی شکل و آویزون اون قطره است، یعنی قسمت پهن قطره که میفته پایین‌تر، اون قسمت روشن‌تر میشه به علت اینکه این حالت کروی بودنش و این حالتی که الان توضیح دادم توی این قطره‌ها بیشتر دیده میشه. حالا از این به بعد رفتین و دقت کردین متوجه میشین من چی میگم.
دور اون نقطه ها معمولا تیرگی بیشتره. به علت شفافیت ما داخلم میبینیم، چون اون قسمت گودی سایه میفته دیده میشه و ما اون نقطه سفیده رو میبینیم که دورش تیره است. پس این عنبیه روی گردی سفیدی چشم از کنار وقتی اینو ببینیم به این صورت یه فرو رفتگی میبینیم که برای همه چشم هم یکسان نیست، برای یک چشم بیشتره، برای یک چشم کمتره. و این قسمت هم که همون قسمت شیشه‌ای بود که توضیح دادم براتون. در اینجا میخوام موجه ها رو توضیح بدم. من فرم چشم رو کشیدم که تایم ویدیو زیاد گرفته نشه. موجه های بالا و موجه های وسط معمولا هم بالا هم پلک بالا هم پایین به صورت عمود دیده میشن. موجه های سمت راستمون که من یه خط افقی میکشم، قوسش به این صورت از بالا میایم پایین و با یه قوس ملایم برمیگردیم بالا. موازی با اون خط شروع میکنم، کم کم قوسش رو به سمت بالا بیشتر میکنم و هرچی به سمت بالاتر و وسط چشم میریم عمودتر میشه تا برسیم به وسط چشم. از وسط چشم به سمت چپ دوباره کم کم قوس موجه هامون تغییر میکنه به این صورت. آروم آروم هم میاد پایین تا دوباره به سمت خط افقیمون بیاد. موجه های پایینم سمت راست موازی با خط افقمونه، کم کم میایم به سمت وسط چشم، موجه ها عمودتر میشه. دقت کنید حالت ها رو ببینید. من اینجا با فلش مشخص میکنم به این صورت باشه. موجه های سمت راست فلشش فرق میکنه، سمت چپ هم فرق میکنه، وسط هم که عموده. خب موجه های پلک پایین سمت چپ به این صورت کشیده میشن. مرسی که با من بودین و تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. به دوستاتون هم حتما کانال من رو معرفی بکنین، شاید به درد اونام بخوره. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. متشکرم.